تحفه پیرامیده‌های میوگی امامعلی رحمان به پوتین به یتیمخانه‌های سنت پتربورگ تقسیم شد. نقشه دعوت به ارتش در تاجیکستان 50.2% اجرا شد. در الماتا بر ضد سفر پوتین به قزاقستان تظاهرات برپا کردند. فیسبوک و اینستاگرام و واتساپ اکنون در روسیه تروریستی دانسته شدند. میوه‌های اکزوتیکی که امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان روز 7 اکتبر در نشست غیررسمی سران کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل در سنت پتربورگ برای ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه هدیه برده بود، به یتیمخانه‌های پایتخت شمالی روسیه تقسیم شدند. طور دفتر مطبوعاتی دستگاه اجرایی پرزیدنت فدراسیون روسیه اطلاع داده است این سورپریز امامعلی رحمان به پوتین را در 6 ماشین بارکش بار کرده به یتیمخانه‌ها تقسیم کردند. От имени нашего учреждения, Центра содействия семейному воспитанию номер 15, мы говорим всем большое спасибо. Эти фрукты нам очень пригодятся. В нашем учреждении воспитывается 145 детей. И эти витамины нам очень-очень кстати. Итак, дети, все вместе. Спасибо! 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 گفتنی است روز جمعه گذشته روز 7 اکتبر در نشست غیررسمی سران کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل تمام گرد و اطراف قصر کنستانتینوفسکی شهر سنت پتربورگ با میوه‌ها آرا داده شده بود. از خربوزه و تربوز پیرامیده‌ها ساخته بودند. یگانه دستاورد، کشفیات و نمای ترقیات تاجیکستان در 30 سال حکومتداری امامعلی رحمان همین پیرامیده‌های میوگی دانسته شدند. در سفرهای رئیس جمهورانی کشورها به تاجیکستان به جای نشان دادن فناوری‌ها در پیشرفت علم و تکنیک، امامعلی رحمان همیشه به مهمانان همین پیرامیده‌های میوگی را تماشا می‌دهد. نقشه دعوت به ارتش در تاجیکستان 50.2% اجرا شد. فریدون محمد علیزاده سردار مرکزی مطبوعاتی وزارت دفاع به خبرگزاری اوستا گفته است که طبق نتایج 10 روز اول نقشه کار دعوت تیرماهی به صف قواهای مسلح تاجیکستان 50.2% اجرا شده است. به گفته او کمیسریات‌های حربی شهر و نواحی ولایت مختار کوهستانی بدخشان اولین شده نقشه دعوت تیرماهی به صف قواهای مسلح تاجیکستان را در روز اول دعوت 1 اکتبر اجرا کردند. ناحیه‌های تابع جمهور 62%، ولایت ختلان 51%، شهر دوشنبه 48% و در ولایت سوخت 38% اجرا شده است. یادآور می‌شویم که معرکه‌های تیرماهی دعوت به ارتش در تاجیکستان از 1 اکتبر آغاز شده تا 30 نوامبر ادامه خواهد کرد. به خدمت حربی شهروندان جمهوری تاجیکستان سالهای تولدشان 1995 تا 2004 دعوت کرده می‌شوند. در شهر الماتا قزاقستان یک چند نفر پشت در کنسولگری روسیه در شهر الماتا جمع شده طلب کردند که سفر پوتین به قزاقستان لغو شود و او به این کشور قدم نماند. پلیس اعتراضگران را بازداشت و به سمت نامعلوم برده است. اعتراضگران در دست شعار و پرچم اوکراین را نیز داشتند. پیشتر رسانه‌های قزاقستان خبر دادند که پوتین روزهای 12 14 اکتبر به قزاقستان می‌آید. در شبکه‌های اجتماعی نیز کاربران قزاقستانی شبکه‌های اجتماعی به این سفر پوتین اعتراض نموده گفتند حمله روسیه به اوکراین را محکوم و بیکارسازی سفر پوتین به قزاقستان را طلب دارند. در بین اعتراضگران در شبکه‌های اجتماعی به جز شهروندان قطاری حامیان حقوق و سیاستشناسان نیز بودند. اما مقامات رسمی قزاقستان گفتند که سفر پوتین خیلی مهم است. مقامات روسیه شرکت مالکی فیسبوک، اینستاگرام و واتساپ متا را تروریستی اعلام کردند. این شرکت در رویخط سازمان‌های تروریستی راسفین مانیتورینگ نهاد نظارت مالی روسیه جای گرفته است. آخر ماه مارس سال 2022 یکی از دادگاه‌های مسکو شرکت متا را تندگران نامیده فعالیتش در روسیه را منع کرد. در همین حال دو شبکه اجتماعی مربوط به متا، فیسبوک و اینستاگرام ممنوع اعلان شدند. اما پیام رسانی واتساپ در این رویخط قرار نگرفته است. دلیل منع نگردیدن واتساپ را مقامات روسیه مشغول نبودنش به پهنسازی عمومی اطلاعات گفتند. با وجود تروریستی اعلان شدن فیسبوک و اینستاگرام، شهروندان و شرکت‌ها برای استفاده آنها جزا نخواهند گرفت. شرکت‌ها و افرادی که بر روی خط راسفین مانیتور وارد می‌شوند فعالیتشان ممنوع اعلان شده، صورت حساب‌ها و کارت‌های بانکیشان مسدود می‌شوند.